خیلی خوش اومدیم به این ویدیو از کانال لنگولدن. شاید دوست داری به کمک فیلم دیدن زبان یاد بگیری و حتی شروع هم کردی ولی پیشرفتی که دوست داری حاصل نمیشه. تو این ویدیو قراره 10 تا نکته بگم که روند پیشرفت تو یادگیری زبان به کمک فیلم دیدن سریعتر بشه. نمیگم دهمین نکته مهمتره تا آخر ویدیو وایسی، ولی دومین نکته و چهارمین نکته خیلی مهمه. پس تا جایی که حس کردی ویدیو خسته کننده نیست، این ویدیو رو ببین. لایک و سابسکرایب و کامنت هم نمیخوام ازت. آخر ویدیو اگه حس کردی این ویدیو واسط مفید بود، ازم حمایت کن. نکته اول، فیلم مناسب. اولین نکته‌ای که زبان آموزا معمولا بهش توجه کمی دارن، فیلم مناسبه. باید فیلمی ببینی که مناسب سطح زبانت باشه. با سطح مبتدی نمیام شرلوک و بریکینگ بد ببینم. اگه سطح مبتدی هستی، باید فیلم‌های ساده با دیالوگای آهسته و واضح انتخاب کنی. برای سطح پیشرفته ترم، فیلم‌هایی که با دیالوگای سریع و لغات پیچیده ترم مناسب سطحتون هستن. نکته شماره 2، ژانر مورد علاقه. دومین نکته‌ای که زبان آموزا معمولا بهش توجهی ندارن، ژانر مورد علاقه است. فقط هم به این دلیله که ژانر مورد علاقه بهت کمک میکنه، اونم انگیزه است. وقتی فیلم ژانر مورد علاقه تو ببینی، 2 تا اتفاق میفته. اول، انگیزه رو بیشتر میکنه برای یادگیری. دوم اینکه پیشرفتت بهتر میشه و زودتر اتفاق میفته. استفاده از زیرنویس. سومین نکته، استفاده از زیرنویسه. تو مراحل ابتدایی باید فیلم با زیرنویس زبان مادری یا فارسی ببینی تا بتونی جملات رو بهتر درک کنی. تو مرحله دوم وقتی حس کردیم میتونیم جملات رو درک کنیم، زیرنویس زبان هدف رو فعال میکنیم تا همزمان با شنیدن نوشته ها رو هم ببینیم تا مهارت شنیداری ما هم تقویت بشه. و در مرحله آخر و پیشرفته فیلم رو بدون زیرنویس میبینیم تا بتونیم جملات رو درک کنیم و مهارت شنیداریمون تقویت بشه. چهارمین و پنجمین نکته‌ای که 99% زبان آموزا بهش توجهی ندارن، تکرار صحنه کلیدی و تقلید تلفظ و لهجه است. اگه این دوتا کار رو انجام بدی، از 99% زبان آموزا جلوتری، چون این دوتا نکته مستقیما روی تلفظ، لهجه و مهارت اسپیکینگ شما تاثیر میذاره. ششمین نکته، یادداشت برداری. یادداشت برداری رو اکثر زبان آموزا انجام میدن، ولی یه نکته خیلی کوچیک داره که تو این ویدیو قرار بهتون بگم. وقتی داریم فیلم رو تماشا میکنیم، عبارات و لغات جدید که به گوشمون میرسه رو یادداشت میکنیم و بعداً اونها رو مرور میکنیم. ولی مرورمون باید به این صورت باشه که طی روزهای بعد از فیلم دیدن برگردیم دوباره لغات رو ببینیم و لغات رو بخونیم تا تو حافظه بلند مدتمون جایگذاری بشه. نکته هفتم، تمرین فعال. با تمرین فعال میتونی روی 2 تا مهارت اسپیکینگ و رایتینگ خودت تاثیر مثبت ایجاد کنی. بعد از تماشای فیلم لپتاپت رو میبندی و با نوشتن و صحبت کردن درباره داستان فیلم و شخصیت‌ها مهارت اسپیکینگ و رایتینگ خودت رو تقویت میکنی. به همین سادگی. هشتمین نکته، استفاده از دیکشنری. همه زبان آموزا، همشون که نه، بیشترشون از این روش استفاده میکنن. یه دیکشنری دم دستت میذاری تا سریعتر معنی لغات جدید رو پیدا کنی. نکته شماره 9، تماشای مکرر یک فیلمه. هر بار که فیلم رو میبینی، روی یک جنبه فیلم تمرکز کن. یه بار گرامر، یک بار لهجه، یک بار هم تلفظ. صبور بودن در یادگیری. نکته دهم و آخرین نکته که یاد میگیریم، صبور بودنه. باید بدونی پیشرفت توی هر کاری تدریجیه. راه یه شبه رو نمیتونی توی 100 شب بری. با دیدن یه سریال و 2 سریال به سطح C1 و C2 که هیچی، حتی سطح متوسط هم نمیرسی. باید سعی کنی با استفاده از این چند تا نکته‌ای که گفتم، به خصوص نکته دوم، چهارم، پنجم و هفتم، از مسیر یادگیری زبان لذت ببری. به آخر این ویدیو رسیدیم. منم 10 تا نکته رو بهت گفتم. حالا تو اگه دوست داشتی و این ویدیو برات مفید بود، از من حمایت کن. منو سابسکرایب کن تا از ویدیوهای بعدی من جا نمونی.